با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان چنل اکان شاپ 2030. امیدوارم خوب باشید. دوستان عزیز، قسمت تیکت که بخش جدید گوبلین قرار دادن که همین قسمت که شما روزانه باید کلایم کنید که یه دونه تیکت به شما میده، این بخش پایین که اگه بخواید اینا رو بگیرید که باید این به قول این میشن رو باید انجام بدید. یعنی اینکه شما باید خرید کنید، ماشینا رو درست کنید تا به شما مثلا 20 تا تیکت بده، 50 تا تیکت بده. حالا شما هر کدوم از تیکت هایی که دارید میگیرید رو کافی تو این قسمت بالا که گوبلینگ زده کلیک کنید، خودش اتوماتیک میره تو قسمت پرایس و شما هر تیکتی که میگید الان بالا به من گفته شما یه دونه تیکت دارید. خب من همه تیکت های خودم رو میارم تو این قسمت و کافیه این قسمت گزینه سبز رنگ پایینیه رو بزنید، به همین شکل دوباره کلیک کنید. ببین برا من یه دونه تیکت دیگه اضافه کرد. ببین پایین به من میگه که شما چند تا تیکت، 11 تا تیکت و من سیو میکنم. هر چقدر تیکت های شما بیشتر باشه تو این پرایز شما به قول معروف درصد بیشتری خواهید گرفت، یعنی اینکه شما شانس بیشتری دارید. این تیکت ها هم رایگان هستن هر بلیتی که دارید میگیرید و سعی کنید حتما این تیکت ها رو جمع کنید و تو این بخش اضافه کنید. عزیزانی هم که به قول معروف تو گوبلین خیلی اذیت میشن یا میگن خب چیزی به ما نمیرسه، دوستان نگاه کنید واقعا برای همه همینطوریه. دقت کنید، من امروز و دیروز واقعا ماشین لول 3 نتونستم متا بسازم. دلیلش هم اینه که به خاطر همین بهتون گفتم که سعی کنید نفرات کاربرای اول باشید. ببین این قسمت فروش من هست که من ماشین لول 5 ساختم و که کاش نمیفروختم، یه دونه رو نگه می‌داشتم که اشتباه کردم و ماشین لول 5 خودم رو که دوتا داشتم رو به قیمت 20 تن فروختم و تو این مورد اشتباه کردم. من فقط دارم میرم لول به قول معروف لول پایین. من خیلی ساختم، ببین لول 4 من خیلی ساختم ولی رفتم برای لول 5. ببین تو این قسمت ببین 5 ساخته شده، تو این قسمت مثلا من رفتم 4 رو درست کردم. مشکل من اینه که به قول معروف یه خورده دارم طمع میکنم و اینکه عزیزانی که بحث هزینه میکنن، دوستان ما بنده هم مثل شما دارم هزینه میکنم. اگه این قسمت رو بزنید ببین کل هزینه هایی که من میکنم رو داره به من نشون میده. ببین من واقعا دارم هزینه میکنم پای گوگلین. اینطور نیست که فقط شما دارید هزینه میکنید و شانسیه واقعا. و اینکه بهتون بگم پریمیوم رو حتما باید انجام بدید و این تایم رو دقت کنید، 349 ساعت زمان داره و تمام میشه. اگر جایی مشکلی داشتید زیر همین پست آموزشی کامنت کنید، من در خدمتم. دوستتون دارم، موفق و پایدار باشید.